قسمت 4 The House، خانه‌ای که آدم‌ها رو میبلعه بعد با خاطرشون زندگی میکنه. خونه‌ای که آدم‌ها رو میبلعه و بعد با خاطرشون زندگی میکنه. تا حالا شده فکر کنی که به اینجا تعلق نداری؟ یعنی به این خونه‌ای که توش هستی؟ خونت، دیواراش، صداش، حتی نوری که موقع غروب میفته توی اتاقت، توی خونت، انگار که دیگه تو رو نمیفهمه، یا شاید تویی که نمیفهمیش. The House انیمیشنی هستش برای همین لحظه‌ای که میفهمی خونه ها فقط دیوار و پنجره و در و سقف نیستن، معنایی فراتر دارن. گاهی خونه ها تبدیل میشن به یه خاطره، به یه نفر، به یه دندون پوسیده توی دهن شهر. ببین چجوری بهت بگم، شاید خیلی از شماها مادر بزرگتون فوت کرده باشه و بعد وارد خونه مادر بزرگ میشید و بعد متوجه میشید اون خونه دیگه اون خونه قبلی نیست. در و دیوار و پنجره فرق کرده یا کانسپت خونه فرق کرده. بخش اول، خانه هایی که میخورند. ببین این انیمیشن توی 3 روایت مختلف شروع میکنه به تعریف کردن. 3 اپیزود که ظاهرا از هم جدان، داستانای جدایی هم داره، ولی در عمقشون یه بافت واحدی وجود داره. خانه، نه به عنوان محل سکونت، بلکه به عنوان یک موجود زنده، نماد امنیتی دروغین و پناهگاهی که ما رو میبلعه. در روایت اول با پدر و مادری مواجهیم که تو رویای خونه بهتری هستن، ولی در نهایت به خاطر این رویای خونه بهتر مجبور میشن که خودشون رو بفروشن یه جورایی. در دومی یه سازنده موشگونه که اسیر تمیز کردن خونش میشه تا جایی که این کنترل از دست خودش خارج میشه. و در سومی یک گربه آواره‌ای که تلاش میکنه خانه‌ای در حال غرق شدن رو نجات بده. اما نقطه مشترک این 3 داستان، همشون دارن با خونه‌ای میجنگن که ازشون فرار میکنه یا برعکس اونها رو رها نمیکنه. بخش دوم، ترس از بیخانگی در عصر مدرن. The House فقط راجع به یک ساختمون نیست، راجع به اضطرابیه که مریخیای امروزی دارن. آدما دارن این اضطراب رو. اون چیه؟ آدما نمیدونن به کجای جهان تعلق دارن، نمیدونن جای امنشون کجاست، نمیدونن اگه همه چی از بین بره آیا خودشون باقی میمونن یا خیر. یه سری فکت داریم، ما داریم توی دنیایی زندگی میکنیم که قیمت خونه ها سر به فلک کشیده. مهاجرت از شهر به روستا، روستا به شهر، از کشور به کشور دیگه‌ای اجباری میشه. اجاره نشینی درد مشترکیه و از همه مهمتر تعلق خاطر داشتن به یک فضا شده رویا. و این انیمیشن خیلی آروم و محترمانه میکوبه تو صورتت و بهت میگه شاید این خونه ها برای ما نباشند، ولی تا ابد خاطره هامون رو درون خودشون نگه میدارن. خاطره ما از زنده بودن، از زیستن رو درون خودشون نگه میدارن. بخش سوم، استاپ موشنی که زخم میزنه. خب ببین سبک تصویری The House یک سبک استاپ موشنه تقریبا خشنیه، نه خود فیلم یا خود کلیت، نه بافتی که کاراکترها دارن خشنن تقریبا. همه چیز یه جور عملا یه بافت کثیف و خسته کننده ای داره. دیوارهایی که انگار نفس میکشن و صداهایی رو توی سکوت خونه زمزمه میکنن. ببین شخصیت های نوع موشنی دارن که به جای اینکه تو احساس کنی طرف کاراکترش جان داره، یه چیزی که جون داره، میگی داره جون میکنه، میدونی؟ این شکلی بهت القا میکنه. نور پردازی خیلی تاریکی داره خیلی جاهای انیمیشن و عملاً شبیه خوابهای کابوس، نه نیمه کابوس،
عمل میکنه، نیمه کابوس دیگه. و صداگذاری مخصوصا در روایت اول و دوم یک ناامنی مداومی رو برامون میسازه. انگاری کارگردان گفته که نمیخوام تو این خونه تو راحت باشی، باید کف خونه بخزی، باید چه میدونم از پنجره فرار کنی، هرچی. بخش چهارم، نمادشناسی، فروپاشی و حبس در خاطره. خونه توی این انیمیشن یک نماده برای کنترل توی روایت اول، برای وسواس ذهنی و ناتوانی رها کردن در روایت دوم و برای رها شدن و امید ساختن یک زندگی دوباره در روایت سوم. و از اینجا The House تبدیل میشه به یک آینه‌ای که ازت میپرسه آیا تو واقعا صاحب جایی هستی یا داری واقعا توش پوسیده میشی؟ آیا خونت داره تو رو نجات میده یا داره ذره ذره تو رو میخورتت؟ میتونی دل بکنی ازش یا داری ذره ذره توش غرق میشی؟ بخش پنجم، خانه‌ای که از آن خودت نیست. The House عملاً برای مریخیاست. ببین، برای اوناییه که به سقف خونهشون نگاه میکنن و یه ترکی رو میبینن و تو دلشون با خودشون میگن این ترکه هیچ وقت قرار نیست درست شه. برای اونایی که هر بار وسایلشون رو دارن توی یه خونه جدید میچینن، انگار دارن به یک آدم جدید سلام میکنن و با یه آدم قبلی خداحافظی میکنن. و مهمترین سوال این انیمیشن به نظر من از تو اینه: وقتی خونه‌ای که داری تو توش زندگی میکنی دیگه مال تو نیست، آیا میتونی خودت رو توی یه جای دیگه دوباره بسازی؟